سلام دوستان. تا حالا شده شما بخواید برای یکی یه فیلمی از یوتیوب رو بفرستید، برای یکی از دوستانتون بفرستید و اون طرف یا یوتیوب نداشته باشه و یا فیلتر شکن نداشته باشه و نتونه اون محتوا رو باز کنه؟ من بهتون پیشنهاد میدم که از تصویربرداری و ضبط فیلم صفحه نمایش استفاده کنید. صفحه نمایش گوشی. شما هر جایی رو که میخواید فیلم برداری میکنید و برای دوستانتون به اشتراک میدید. خیلی خوب. یا برای این کار یا از اپ استور استفاده میکنیم و اکس رکوردر رو انتخاب میکنیم و یا از صفحه گوشیمون رو که پایین بیاریم چند تا گزینه برامون نمایش داده میشه. گزینه ضبط نمایشگر رو ما میتونیم انتخاب کنیم و باهاش تصویر برداری کنیم از صفحه گوشیمون و این پایین برامون یه نوار ابزار میاره که میتونیم باهاش ضبط تصویر داشته باشیم و با فشار دادن این دکمه رکورد ما میتونیم تصویر روی صفحه موبایلمون رو به شکل فیلم ذخیره کنیم و هر کاری رو که انجام میدیم به عنوان به شکل فیلم ذخیره میشه و تو گالری میتونیم ما اینو داشته باشیم برای اشتراک گذاری. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشید. لطفاً ساب یادتون نره، لایک و کامنت برام بذارید. متشکرم. از دوستان حمایت کنید. دست شما در نکنه. خداحافظ.